سلام و درود و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی مجموعه ویدا گیم. اسماعیل هستم با آموزش نصب راه اندازی 0 تا 100 اکسل یا همون ربات تلگرام در خدمت شما هستیم و تو این آموزش قراره که 0 تا 100 کامل یک سلف بات رو با هم نصب راه اندازی کنیم بر روی اکانت تلگرام. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش حتما چنل بنده رو ساب کنید. اگر این ویدیو خوشتون اومد ویدیو هم لایک کنید و اگه ایده چیزی در این خصوص دارید هم توی کامنت ها مطرح کنید. بریم سراغ آموزش. خب واسه راه اندازی این سورس کد در واقع به چند تا موارد نیاز داریم که اول اینکه خود سورس کد که شما میتونید وارد گیت هاب بنده بشین که آدرسش رو توی کپشن همین ویدیو گذاشتم، میتونید برید اونجا و دریافت کنید لینکشو، لینک گیت هابمون. در خصوص پیش نیازها و نصب راه اندازی این سورس کد هم توی خود گیت هاب در واقع توضیح دادم که اولین چیزی که شما نیاز دارین یک سرور اوبنتو هستش از نسخه 20 تا 24 داشته باشید، نصب پایتون 3.8 به بالا، اکانت تلگرام و همچنین API ID و API هش اکانت تلگرامتون که از این سایت مای تلگرام ORG میتونید دریافت کنید. خب مستقیم بریم سراغ آموزش که تایم ویدیو رو زیاد بالا نبریم. توی خود گیت هاب که اومدیم از قسمت مراحل نصب گفته که دانلود پروژه. شما کافیه این در واقع این بخش رو کپی کنید و وارد VPS تون بشید و اینجا این لینک رو در واقع پیست کنید تا دانلود انجام بشه. من یه بار کلیر بگیرم. خب الان اگر من LS بگیرم وارد در واقع پوشه LS بگیرم در واقع فایل های پروژه اکسل میاد واسم بالا. خب تو این قسمت یعنی مرحله دوم گفته نصب وابستگی ها، یعنی کتابخونه هایی که نیاز هستش رو با استفاده از این دستور میتونیم نصب و راه اندازی کنیم. من وارد میکنم. خب اگه به همچین در واقع خطایی مواجه شدید کافیه که شما با استفاده از لینکی که در کپشن قرار دادم و وارد کانال تلگرام اکسل چنل بشید و اونجا در خصوص این توضیحات من در واقع توضیحاتی دادم. شما کافیه که وارد چنل بشین و اینجا گفتم که باید چیکار کنید. کافیه دستورات رو به ترتیب انجام بدین تا این مشکلات رفع بشه. در واقع این یک شبیه ساز محیط هستش که میتونید با استفاده از این مشکلات رو رفع کنید. خب من یه بار کلیر میزنم و مجددا دستور پیپ اینستال برای کتابخونه انجام میدم. خب همونطور که میبینید تمام مواردی که خواستیم در واقع نصب شد. خب در ادامه ما باید وارد در واقع پوشه سلفمون بشیم اینجا و فایل اکسل پایتون رو در واقع با نرم افزار VS Code بالا بیاریم برای تنظیمات اکانت سلف. خب اینجا گفته که آقا به چه صورت میتونید API ID و API هش رو در واقع دریافت کنید که میتونید به همین ترتیب اقدام کنید. خب من از قبل API ID و API هش اکانتم رو در واقع گرفتم که شما میتونید برید از سایت مراجعه کنید و دریافتش کنید. نرم افزار VS Code رو در واقع اجرا میکنیم که کدمون رو کدمون رو در واقع بیاره بالا و جایی که گفته شده رو API ID و API هشمون در واقع وارد میکنیم و توجه کنید دوستان که API ID و API هش خودتون رو استفاده کنید تا از در واقع تلگرام بند نشید.
و همچنین به موارد دیگه دست نزنید به جز قسمت گروه واسه ست کردن در واقع آیدی عددی گروه هستش. یعنی یه API ID، یه API هش و آیدی گروهتون رو وارد میکنین. گروه هم از قبل بسازین و سوپر گروه باشد. دیگه به بقیه موارد دست نزنید که در واقع توی آپدیت های آینده تمام موارد هایی که هستش رو شما میتونید از طریق ربات کمکی هم در واقع ادیت بزنید. توی آپدیت های آینده متوجه میشید. خب این از این ما تا اینجا در واقع تغییرات رو اعمال کردیم و ذخیره رو میزنیم دیگه. با برنامه VS Code کاری نداریم. مجددا وارد ترمیوکس میشیم و فایل جدید رو در واقع آپلود میکنیم. خب حالا اینجا یه ls که اگه ما بگیریم چک کنیم که بله فایلمون هستش. حالا میخوایم که اکانتمون رو در واقع نصب و راه اندازی کنیم. اگه طبق آموزش رفته باشید گفته که این سه تا فایل در واقع قسمت گروه و قسمت API و API هش رو در واقع باید ادیت بزنید خطوط و سیوش کنید. حالا گفته که ربات رو در واقع اجرا کنید. ما اینجا میایم ربات رو در واقع اجرا میکنیم. python x self.python. خب اینجا گفته که اینجا در واقع از ما شماره تلفنمون رو میخواد که ما شماره تلفنمون رو به صورت بین‌الملل وارد میکنیم و اینجا گفته که آیا این شماره تلفن درسته. ما یس رو وارد میکنیم. خب بعد از اون یک کد به اکانت تلگراممون ارسال میشه که اون کد رو اینجا پیست میکنیم و بعد از اون هم رمز، اگه اکانتتون رمز داره حتما با رمزش رو وارد کنید در واقع و ما رمز اکانت رو هم وارد میکنیم. خیلی خوب، همونطور که میبینید ربات وارد اکانتمون شده و اگه با همچین نوتیفی مواجه شدید روی دکمه yes کلیک کنید. خب اینجا یه اروری داریم که ارور در خصوص گروه هستش که گروه تلگرام هستش که برای ذخیره ها در واقع هستش و توجه داشته باشید که شما بعد از اینکه نصب و راه‌اندازی رو انجام بدین به بنده یه پیغام در این خصوص ارسال میشه که حتما باید این پیغام در واقع ارسال بشه که آپدیت های آینده رو از طریق اکانت من مطلع میشید و همچنین کانال تلگرام که به صورت خودکار جوین میشید. خب ما وارد گروه میشیم. اینجا با دستور help یا پینگ ارسال میکنیم که آیا ببینیم اکانت فعال شد یا نه. ما دستور help استفاده میکنیم برای تنظیم گروه ذخیره. دستور test ریمیل رو کپی میکنیم و وارد مجددا همون گروهمون میشیم و اینجا این دستور رو میفرستیم تا ربات اینجا تاییدی رو انجام بده. همونطور که میبینید نتیجه تستم اوکی بود، یعنی از الان به بعد هر کسی به ما محتوای ارسال کنه توی این گروه ذخیره میشه. خب من با اکانت دومم اینجا یک پیغامی ارسال میکنم، مثلا سلام تست 1. همونطور که میبینید من به جای اینکه سین کنم وارد گروه میشم و همونطور که میبینید پیغام رو ذخیره کرده یا عکس یا هر چیز دیگه هم به همین صورت ذخیره میکنه. برای مثال استیکر یا گیفت که همونطور که میبینید من ذخیره میکنه و همچنین عکس تایم داد که حالا من ارسال میکنم برای این اکانت. همونطور که میبینید اینجا ذخیره میشه، ارسال میشه و توی سیو مسیجتون در واقع این فایل ذخیره میشه، نه توی گروه. این کار کردیم که محتوا رو در واقع جدا کنیم. خب اینم از سیو مسیج و ذخیره کردن محتوا. در قسمت بقیه دستورات هم میتونید شما کافیه فقط دستور help رو ارسال کنید و
کل امکاناتی که این ربات در واقع داره میتونید اینجا مشاهده کنید و استفاده کنید. در آپدیت های آینده هم توی کانال اطلاع رسانی میشه، حتما عضو بشید که از آپدیت های آینده عقب نیافتید. خب به پایان اولین آموزش نصب راه اندازی سلف رسیدیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، کانال رو ساب کنید و در این خصوص اگه ایده‌ای و قابلیتی چیزی دارید حتما کامنت ها بنویسین تا ازش استفاده کنیم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.